نه کشوری مثل اون وجود داره و نه مردمی مثل مردمش. این جمله اسکار وایلد، نویسنده بزرگ کتاب تصویر دوریان گری، در وصف سرزمین آفتاب تابانه. ژاپن کشوریه با میراث کهن و سنت‌هایی چند صد ساله، در عین حال شدیداً مدرن و بروزه. یه جمله جالب وجود داره که میگه وقتی در ژاپن قدم میزنین، هم زمزمه رازهای باستانی و هم صدای بلند جدیدترین اختراعات دنیا رو میشنوین. از معبد سنسوجی در محله آساکوسا که مدام زندگی در حوالیش جریان داره، تا موزه هنرهای دیجیتالی تیم لب که هر کسی رو مات و مبهوت میکنه. از شلوغ‌ترین چهارراه دنیا یعنی شیبویا تا شهرک الکتریک آکیهابارا. ژاپن همه اینها و خیلی بیشتر از اینها رو توی خودش جا داده. برای همینه که یک مقصد فوق‌العاده و رویایی برای هر مسافریه. ولی سفر به ژاپن یک سری پیش نیازهای جدی داره. بهترین کار اینه که سفرتون رو به یه تیم حرفه‌ای بسپرین. تیم سانوی تریپ با سالها سابقه درخشان که مجری و کارگزار مستقیم تورهای ژاپنه. با همون تماس بگیرین.